کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 22 январ سال 2023 در یک صدمه پرقربانی در راه ماشینگرد بین جماعت دیوات گلستان و مرکز نویه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان 4 نفر به هلاکت رسیده، 2 کس دیگر زخمی شدند. بنا به اطلاع این نهاد، یک ماشین تمغه خوندای که از جانب یک ساکن 26 ساله شهرک مسکو مرکز نویه حمدانی اداره میشد، هنگام حرکت از سبب ازوده اداره ماشین نبرآمدن راننده به درخت کنار راه برخورده است. بر اثر این حادثه راننده و 3 مسافر این ماشین در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 2 مسافر دیگر با جراحت‌های گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. در این رابطه کمیته حالتهای فوق‌العاده بار دیگر از رانندگان خواسته است که هنگام حرکت قاعده‌های بی‌خطری را رعایت کرده از بالا بردن سرعت حرکت خودداری نمایند و جان خود و همسفران خود را احتیاط کنند.